با سلام، روح الله معصومی هستم و در این ویدیو میخوایم که کلزون ها را به طور کامل و حرفه‌ای یاد بگیریم که در ادامه کلزون های سبک آی سی تی را با هم یاد میگیریم و همونطور همپوشانی یا اوورلپ در سشن ها را هم به طور کامل و حرفه‌ای یاد میگیریم. پس ویدیو را لایک کو و با ما همراه شو. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین عزیزان. خب عزیزان، امروز میخوایم که راجع به کلزون ها صحبت بکنیم که کلزون ها را هم از نظر آی سی تی بررسی میکنیم، همین که قبل از آی سی تی بررسی میکنیم تا اینکه همین مبحث کلزون ها را به طور کامل، دقیق و حرفه‌ای یاد بگیریم. خب عزیزان، قبل از شروع خدمتتان عرض کنیم که این ویدیو دومین بخش از قسمت 16 آموزش پرایس اکشن ما هسته که در قسمت 16 ما تلاش میکنیم که سشن ها را و کلزون ها را به طور کامل و دقیق یاد بگیریم تا اینکه بتانیم تصمیمات دقیق بگیریم که در کدوم تایم از روز ما معامله بکنیم و در کدوم تایم های روز معامله نکنیم. خب اگر قسمت قبلی را ندیدین، لینکش در همین بالا میذارم که در قسمت قبلی ما راجع به سشن ها صحبت کردیم. گفتیم که ما در کل در بازار 3 تا سشن اصلی داریم که سشن آسیا را داریم، سشن لندن را داریم و همونطور سشن نیویورک یا سشن آمریکا رو داریم که اگر او ویدیو رو ندیدین، لینکش در این بالا تصویر میبینین. حتما او ویدیو رو اول ببینین و بعدش بیاین سراغ این ویدیو. کلزون اگر بخوایم یک تعریف ساده ازش بکنیم، موضوع کلزون ها را خیلی من پیچیده میکنن که از نظر آی سی تی یک خورده تفاوت داره با نظر قبل از آی سی تی. یعنی پیش از این که مایکل به راجع به کلزون هایی که خودش اختراع کرده صحبت بکنه، اما همین موضوع کلزون ها را داشتیم که او برمیگرده در اورلپ و در همپوشانی سشن ها و همونطور در نقاط مهم مثل های و لوی کندل های بزرگ، تایم فریم بزرگ، مثلا تایم فریم هفتگی، ماهیانه یا روزانه را، اما های و لو هایش هم میگفتن کلزون و همونطور تایم هایی که از لحاظ سشن ها همپوشانی داره، اینا را میگفتن کلزون. بریم اول همین همپوشانی را براتون یک توضیح بدم که با همو دیدگاه آشنا شوین و بعدش برمیگردیم روی چارت راجع به کلزون های مایکل یا دوره آی سی تی هم صحبت میکنیم. خب اگر از ویدیوی قبلی یادتان باشه، ما راجع به سشن ها و تایم های کاریشان با هم دیگه صحبت کردیم و همونطور ما یک موضوع دیگر را داریم اینجا به عنوان همپوشانی استیشن ها که این عکسایی که من در اینجا استفاده کردم از اینی سایت گرفتم که نامش هست market24clock.com که این یک سایت هسته که همه سشن ها را برای ما این رقم نشان میده که لینک همین سایت در دیسکریپشن ویدیو میگذارم، میتونین که ازش استفاده بکنین. این سایت اپ موبایلی هم داره که میتونین ازش استفاده بکنین، یعنی همین نامش در پلی استور گوشیتون اگر سرچ بکنین حتما پیدا میکنین. خب این همپوشانی ها یا اورلپ ها برای ما چی را میگه؟ این قسمت اگر دقت بکنین، ما اورلپ آمریکا و اروپا را داریم از ساعت 12:30 به وقت UTC هسته. این قسمت نگاه کنین، UTC نوشته کرده. به وقت UTC از ساعت 12:30 تا ساعت 15:30 همپوشانی بازار نیویورک و بازار لندن داریم که در این تایم بازار لندن داره بسته میشه و بازار نیویورک داره باز میشه. یعنی دو تا بازار بزرگ همپوشانی داره. پس در این قسمت حجم معاملات بسیار بسیار زیاد میشه و همونطور همپوشانی بازار اروپا و بازار آسیا را داریم که در این تایم از ساعت 7 بازار لندن باز میشه و بازارهای آسیایی داره یکی یکی بسته میشه که این تایم هم نسبتا حجم بالایی داره. و همونطور اورلپ آسیا را هم داریم که از ساعت 12 شب تا ساعت 2 نصف شب ما تایم آسیا را اورلپ داریم که در این تایم هم خیلی از بانک های آسیایی باز میشه و به همون خاطر اینجا را میگن که اورلپ آسیا که میبینیم که توکیو ژاپن، سیدنی و همونطور شانگهای و همونطور هنگ کنگ همه‌شان در این تایم با همدیگه همپوشانی داره که ایرا ما میگیم اورلپ تایم سیدنی یا تایم آسیا. که در ویدیو قبلی سوال یک از دوستانم این بود که استرالیا چطوری جزو آسیا حساب میشه. در قسمت میبینیم تایم کاری بازار استرالیا با تایم کاری بازار آسیا یکی هسته، به همون خاطر هسته که استرالیا رو ما جزو سشن آسیا حساب میکنیم. و در گذشته قبل از دوره های آی سی تی همین تایم ها را داشت میگفتن کلزون، یعنی تایم هایی که بازارها با هم همپوشانی داره را اینا را میگفتن که کلزون. وقتی که مایکل آمد دوره آی سی تی را ارائه کرد، یک خورده در اینا تغییرات آورده. حالا برگردیم روی چارت و کلزون های آی سی تی را با هم بررسی بکنیم، ببینیم که چه تفاوتی با این کلزون ها داره. کلزون های آی سی تی را میخوایم اینجا بررسی بکنیم. برای که همین موضوع را خیلی بتونم براتون ساده توضیح بدم، میتونیم از یک روش خیلی ساده استفاده بکنیم.
ما میخوایم که کلزون تایم نیویورک در اینجا مشخص بکنیم. ما میایم چیکار میکنیم؟ اول میریم ساعت خود روی تایم نیویورک قرار میدیم. این قسمت رو ببینید که نیویورک هسته. خب حال ساعت ما تغییر کرد به تایم نیویورک. حالا شما فکر کنید که شما کارمند یک بانک در نیویورک هستین. در هر کشور تمام بانک ها ساعت 8 صبح باز میشه. خب ما میایم مثلا ساعت 8 مشخص میکنیم. اینی تایمی هسته که بانک های نیویورکی، بانک های آمریکایی دی تایم باز میشه، یعنی شروع به کار میکنه. حالا مایکل آمده چیکار کرده؟ گفته که ساعت 8 به وقت نیویورک تا ساعت 9 یعنی 1 ساعت بعد که میشه اینی کندل رنگش سفید بکنیم و همونطور 1 ساعت قبل یعنی ساعت 7 که میشه اینی کندل. اینی را میگه که کیلزون نیویورک. یعنی چی؟ یعنی شما کارمند یک بانک هستین، ساعت 8 میین سر کار و دی تایم شما میین مثلا چارت طلا را آنالیز میکنین، میخواین که اوردر بگیرین. یعنی فکر میکنین که در ساعت‌های آینده خبرهای میاد که طلا بالا میره، پس شما باید اینجا بخرین. شما میین چیکار میکنین؟ مناطق نقدینگی را مشخص میکنین. میگین که اینی قسمت ما چی داریم؟ نقدینگی داریم. مثلا از او گذشته بازار همه را آنالیز میکنین، میبینین که در روزهای قبلی اینجا معامله شده، پس استاپلاس ها میتونه که در این زیر باشه. پس شما برای که بتونین اوردرهای خود پر بکنین، بازار خلاف جهت حرکت میتین. پس در سبک آی سی تی میگه که بانک ها در چی زمانی اوردرهای خود پر میکنه یا اوردرهای خود خالی میکنه را بهش میگه کیلزون. مثلا میگه کیلزون اوپن لندن، کیلزون کلوز لندن، کیلزون اوپن نیویورک، کیلزون کلوز نیویورک. پس ما میتونیم بر راحتی این رو مشخص بکنیم. میگیم مثلا تایمی که بانک ها باز میشه، یعنی در هر کشور ساعت 8 بجه صبح بانک ها باز میشه. پس برای که ما تایم نیویورک مشخص بکنیم، تایم خود روی نیویورک میذاریم. ما میگیم که ساعت 8 بانک ها باز میشه، 1 ساعت قبل و 1 ساعت بعدشه ما به عنوان چی در نظر میگیریم؟ به عنوان کیلزون که در سبک آی سی تی دقیقاً در اینیمی میگه کیلزون. و همونطور مثلا کیلزون لندن ما میخوایم مشخص بکنیم، ما با راحتی میتونیم تایم خود اینجا بریم روی تایم لندن ست بکنیم. مثلا اینجا لندن داره. خب ساعت ما تغییر میکنه با تایم لندن و میایم ساعت 8 که بانک های لندن باز میشه اینجا مشخص میکنیم و رنگی را مثل همو تبدیل میکنیم به زرد. 1 ساعت قبل ساعت 7 اینجا مشخص میکنیم و ساعت چنده؟ 1 ساعت بعد از 8 که میشه ساعت 9 دیگه. ساعت 9 اینجا مشخص میشه. یعنی میشه کیلزون اوپن تایم لندن که دی تایم بانک های لندنی چیکار میکنه؟ اوردرهای خود پر میکنه. و همونطور سشن آسیا را هم هر تایمی را مثلا سیدنی، مثلا شیکاگو، هر جایی را که شما میخواین همه کیلزونایش هم مشخص بکنین، از همین روش میتونین که استفاده بکنین. این ساده ترین روش هسته که بدون اینکه شما بین مثلا تایم خود بذارین روی تایم نیویورک و بیاین همه رو حفظ کنین که کدوم ساعت میشه کیلزون ها، یا مثلا کیلزون ها رو روی تایم نیویورک حفظ بکنین یا کیلزون ها رو روی تایم مثلا تهران یا تایم کابل حفظ بکنین. پس به این راحتی میتونین که از این کیلزون ها استفاده بکنین. ما پس اینال میخوایم کیلزون تایم سیدنی رو مشخص بکنیم. تایم خود میذاریم روی سیدنی، ساعت 8 صبح بانک های سیدنی باز میشه، 1 ساعت قبل و 1 ساعت بعدشه ما مشخص میکنیم برای کیلزون تایم سیدنی. مثلا بانک های نیویورک ما در نظر بگیریم کیلزون کلوزش کجا میشه. مثلا بانک ها ساعت 8 باز میشه، ساعت 4 بسته میشه. ما تایم خود روی نیویورک میذاریم و ساعت 16 رنجمه مشخص میکنیم. ساعت 16 یعنی اینجا بانک ها باید کلوز کنه، یعنی بانک ها باید بسته شه. پس 1 ساعت قبلش یعنی ساعت 15 و همونطور 1 ساعت بعدشه که یعنی ناحیه میشه کیلزون کلوز لندن. ساعت 7 الی 9 صبح کیلزون اوپن همون تایم و همونطور از ساعت 3 الی تا ساعت 5 ما میگیم که کیلزون کلوزه همون بانک و همون تایم. مثلا تایم نیویورک یا تایم لندن. به همین راحتی ما میتونیم که کیلزون های سبک مایکل یا سبک آی سی تی را به راحتی روی چارت خود مشخص بکنیم. پس از دیدگاه آی سی تی کیلزونی هسته که یک بانک صبح وقتی که کار خودش شروع میکنه باید که اوردرهای خود پر بکنه. پس اونجا بازار برخلاف جهت حرکت میته و اوردر خود پر میکنه و بازار بر روند خود ادامه میته که مثلا همین نمونه کوچیک شده همینجا میبینیم که در کیلزون نیویورک آمده خلاف جهت اوردرها را گرفته
و از اینجا به سمت بالا حرکت کرده. و همونطور اگر این قسمت ها رو نگاه بکنیم میبینیم که معمولا در کلزون نیویورک استاپ هانت میشه یا که مثلا نقدینگی ها جمعآوری میشه. این قسمت ها رو ببینید، نقدینگی ها در همین کلزون جمعآوری میشه. چرا جمعآوری میشه؟ چون که این قسمت ها پر استاپ هسته و اینا برای که اوردرهای خود پر بکنه بازار به خلاف جهت حرکت میته تا اینکه اوردرهای خودشان پر شود. یا مثلا اینجا اوردرهای از قبل تعیین شده داره، بازار به این سمت حرکت میته تا اینکه اوردرهای خود پر بکنه و بازار روند خود طی بکنه که این را مایکل آمده به عنوان کیلزون مطرح کرده. ما برای که از کیلزون ها استفاده بکنیم، مثلا ما در این قسمت شما در نظر بگیرین، بذار سشن بریک خاموش بکنم. فرض کنین که ما در این قسمت یک نقطه مقاومتی داریم و بازار از اینجا که به سمت این نقطه برمیگرده، ما این چی کار میکنیم؟ ما اینجا منتظر یک تاییدیه هستیم، یعنی چه از لحاظ کندلی چه از لحاظ ساختاری ما اینجا منتظر تاییدیه بازار هستیم که بتونیم وارد شویم. اگر همین تاییدیه های ما در تایم در همو کلزون لندن در همو اوورلپ بازارها اتفاق بیفته، ما میتونیم در یک تاییدیه ها بیشتر اطمینان کنیم. مثال از لحاظ کندلی ما اینجا کندل تاییدیه داریم، همونطور این قسمت ما نقدینگی داشتیم که همین کندل نقدینگی ها رو جمع‌آوری کرده برای که بانک های نیویورک به اوردرهای خود پر بکنه. اینجا استاپ هانت کرده، پس احتمال یک حرکت خوب داریم به سمت پایین که انشالله وقتی در مبحث ستاپ ها برسیم اینا را خیلی با جزئیات با دیتیل خدمتتان عرض میکنم. خب عزیزان، امیدوار هستم که این ویدیو را دوست داشته باشین. اگر ویدیو را دوست داشتین ویدیو را لایک بکنین و همونطور ویدیو را به بهترین دوستایتان ارسال بکنین و برای حمایت از ما کانال ما را هم به دوستانتان معرفی بکنین. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.